ای نفرانی که محبت پروردگار در دل شما دور شده است، نگاه کنید وقتی نفر برای شما پول داد، یک بار پول میدید، دو بار پول میدید، سه بار پول میدید، پول کلان میدید، شما چقدر نزدش احترام دارید. و حتی هستند نفرانی که خوشامد هم میگویند، بسیار است همین کمک پول دی همه دیگر خوشامد هم میگوید. پروردگار چقدر برای ما نعمت‌های بیکنار داده است، شنوایی، گویایی، دست و پا، فرزند، همه این چیز برای ما نعمت است، قدر نمیکنیم. صفت‌های پروردگار را برای شما اگر بیان کنیم میگه در یک درخت چند قلم میشود. دیگر حساب کنید در جهان چقدر درخت است، جنگل است، آب است، دریاها است، آنها رنگ بشوند، صفت‌های خدا را بنویسیم باز کمی میکند. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی.